میگن مرگ پایان همه چیزه. اما اگه فقط یه توقف باشه چی؟ آیا میشه آدم‌ها رو بلافاصله بعد از مرگشون منجمد کنن؟ به امید اینکه تو آینده علم بتونه دوباره زنده‌شون کنه؟ اونا نمیپوسن و از بین نمیرن. فقط منتظر میمونن. همچین جایی تو دنیا وجود داره. اسمش مرکز آلکوره. یه مرکز واقعی تو آمریکاست که اجساد رو سرمازیست میکنن و نهایتاً تو کپسول‌های نیتروژن مایع تو دمای منفی 200 درجه نگهداری میکنن. جایی که صدها نفر با پرداخت $200,000 خودشونو به آینده میسپارن. حتی یه ایرانی به نام فریدون اسفندیاری که به خاطر سرطان فوت شده اونجاست. به نظر شما این آدم‌های یخی شانس دوباره دیدن طلوع آفتابو دارن؟